در آغاز سرخط خبرها: افزایش ناامنی‌ها زیر سلطه طالبان، یک مرد در قندهار به قتل رسید. تقابل میان روحانیون پاکستانی و طالبان افغان، جمعیت علمای پاکستان رویکرد طالبان را غیر شرعی توصیف کردند. و مادرن پالیسی با نشر یک تحلیل افغانستان زیر سلطه طالبان را مرکز تروریسم و خطر جهانی دانسته است. سلام، شب بخیر شنونده بسته خبری امروز سه‌شنبه دوم جدیگ 1404 هجری شمسی از خبرگزاری پایگاه هستید. مشروع خبرها: در پی افزایش ناامنی‌ها زیر سلطه طالبان، در تازه ترین مورد یک مرد در قندهار به قتل رسید. مقتول یاسر نام داشت و در منطقه هرات بازار در مربوطات حوزه اول شهر قندهار از سوی مردان تفنگدار ناشناس تیرباران شد. باشندگان قندهار گروه طالبان را در عقب این گونه ترورهای هدفمند می‌دانند. گروه طالبان در ادامه سرکوب باشندگان پنشیر در تازه ترین مورد شکرالله حکیمی از کادرهای پزشکی کشور و مسئول دانشگاه پزشکی کابل را ربودند. آقای حکیمی در مسیر بازگشت از دانشگاه به خانه از سوی استخبارات طالبان ربوده شده است و تاکنون از سرنوشت وی در بند این گروه خبری نیست. روحانیون پاکستانی با صدور اعلامیه تازه از رویکرد گروه طالبان افغان در برابر زنان و دختران انتقاد کردند. آنان ممنوعیت زنان و دختران از آموزش را اقدام مخالف شریعت اسلام دانستند و گفتند که اسلام فراگیری علوم را بر مرد و زن به صورت یکسان فرض گردانیده است. نشریه بین المللی مادرن پالیسی با نشر یک مقاله تحلیلی افغانستان زیر سلطه طالبان را پناهگاه تروریسم و خطر جدی برای جهان دانسته است. در این مقاله آمده که طالبان با پناه دادن به القاعده و داعش خراسان جهاد علیه جهان را آغاز کردند و دیگر بحران افغانستان داخلی نه بلکه جهانی است. این بود مهمترین های روز از پایگاه. تا روز بعد، بدرود.